بیاید بهتون نشون بدم که تو اتاق عمل چطور تعویض مفصل زانو انجام میشه. بعد از اینکه بیمار بیهوش یا بی‌حس شد و آماده شد، ابتدا برش جراحی رو پوست زانو انجام میدیم، مفصل رو باز میکنیم. سپس با استفاده از وسایل مخصوص که هر پروتزی وسایل مخصوص خودش رو داره، برش جراحی ابتدا استخوان ران قطعه دیستالش رو برش میدیم. بعد از اون برش‌های استخوان ران رو کامل میکنیم، در سطوح مفصلی رو ور میداریم که تخریب شده. بعد از انجام برش‌های استخوان ران، برش استخوان تیبیا یا استخوان ساق رو انجام میدیم و سطح مفصلی بالای استخوان ساق رو بر میداریم. بعد از تکمیل برش‌ها بالانس رو میبینیم که بالانس شده باشه، هم تو خم هم تو باز شدن زانو. سپس پروتز ترایال یا آزمایشی رو میگذاریم برای زانو. وقتی مطمئن شدیم که سایزمون مناسبه، اندازه هامون دقیقه، پروتز اصلی رو میگیریم که با استفاده از سیمان ارتوپدی پروتزها رو جاگذاری میکنیم و بعد از تکمیل پروسه جراحی شستشوی مفصل انجام میشه. کپسول مفصل رو کامل ترمیم میکنیم.